اگر مجبور نباشم نمی‌روم، چون آنچه باید با شتاب به آن برسم شاید همون چیزی باشد که باید آرام تجربهش کنم. اگر مجبور نباشم نمی جنگم، چون آنچه گاهی دشمن میپندارم ممکن است آینه‌ای باشد برای خودم. اگر مجبور نباشم نمیگویم، چون سکوت هم واژه دارد و گاهی بیشتر از 1000 جمله معنا دارد. اگر مجبور نباشم نمیروم، چون ایستادن کنار یک درخت ممکن است مرا بیشتر به زندگی نزدیک کند تا دویدن در یک مسابقه. اگر مجبور نباشم نمیسنجم، نه خودم را با دیگران و نه لحظه ها را با تقویم. زندگی چیزی نیست که بشود اندازه‌اش گرفت. زندگی همین لحظه است که من هستم، که تو هستی، که نفس هست و آرامش.